خودروی فوتون تشریف آوردم برای ساخت کانکشن و دامپایپ. براشون الان شروع به کار میکنیم برای ساختن. اتفاق کارش هم بهتون نشون میدم. خب از این جنت اینترکولر به دریچه گاز این فوتون بنده خداست که 6 تا کارم بیشتر نیست. مالکشون الان این کاری کردن چون پاره شده بود از این قسمت. دلیل هم داره، تمام فوتون‌ها این ضعفو دارن. اون مهره که اونجا می‌بینین بر اثر سایش، زمانی که موتور تکون می‌خوره بر اثر سایش باعث میشه که این پاره بشه و شروع کنه بوست در رفتن و خطا دادن. این قسمت رو براشون استیل می‌کنیم که این مشکل به کل حل بشه. تو اتمام کار ساخت کانکشن فوتون و نصب بلوک مکانیکی که حالا شیر وکیومشون و اینجا سلنگ وکیومش هم وصل کنیم. وصل نیست، مبارکشون باشه.